400 پنجم باز کو، قل اعوذ برب الناس ششم باز کو، ملک الناس هفتم باز کو، تا که 11 آیت خلاص میشه گریه ها را باز میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحتیاب میشه. آوردن نفره ولید ابن عاصم آوردن ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشیدش. خب آیا جادوگران میدونن؟ آیا جادوگران چیزی را میفهمن؟ متوجه باشید. جادوگر تا چی وقت جادوگر نمیشود؟ جادوگر تا لحظه جادوگر نمیشود که تا که با جنیات قرارداد بسته نکنه. با جنیات قرارداد بسته میکنه که ما تو به قرآن کریم کفر میکنیم. بالای قرآن کریم میگم ما آماده هستیم شاشه بکنم. جادوگر این کارا میکنه. میگم ما آماده هستیم بالای قرآن کریم شاشه بکنم و تعهد بسته میکنم امروز. تو همین کارا بکو، باز ما در خدمت هستم، ما همراه تو کار میکنم. بالا قرآن کریم که شاشه میکنه برش کارت پیدا میکنه، چاپوی از دست پیدا کنه. امروز قرارداد میکنم، میگم ما تو کار میکنیم، آنچه که پولی که پیدا شد تقسیم. من اولاد دارم، ترا مردم ها میبینن مرا نمیبینن، چون مرا دیدن نمیتونن در دنیا. تو را میبینن توسط تو هر دو ما تجارت میکنیم، خلاص دیگه کار جور است. خب اینا هر دو تعهد کردن. فردی که میروه پیش جادوگر، فردی که میروه اینا پرسان میکنه، اول جادوگر پرسان میکنه که خانه تان در کجاست؟ میگه در سرک روسا. کوچه چندم است؟ کوچه پنجم. دروازه چندم است؟ دروازه ششم. دروازه تان چی رنگی است؟ دروازه سفید. این گپا را جنیات دیده رئیس میشنوه، فورا حرکت میکنه میرسه خانه عزیز. سوال اینجا وارد میشه که اینقدر سرعت داره؟ بله اینقدر سرعت داره. حضرت گوش کنید، حضرت سلیمان علیه السلام در زمانش تمام جنیات و انسان ها و همه چیز زیر دستش بود. یک روز جلسه داشت، گفت که از سبا تخت بلقیس بری من کی میاره؟ سوره نمل آیه 39. قال عفریت من الجن، اما جن کتا گفت که انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامی. ما امو تخت بلقیس میارم پیش از اینکه تو از این جای برخیزی، من میرسونم اینجا پیش. قال الذي عنده علم من الكتاب، اما کسی که مدیر اداریش بود، مدیر اداری از جنیات زیر دست حضرت سلیمان کار میکرد، او گفت که حضرت سلیمانی بسیار دیر میکنه، میفهمی من چقدر بر زود میارم؟ گفت چقدر؟ گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از اینکه تو پلک بزنی چشمتا ما تخت بلقیس را پیشت حاضر میکنم. سرعت خو میبینیم، سرعت خو میبینیم. نه این کسی که جادوگری که مراجعین شب پرسان میکنه، جنیات شنیده رئیس و یه حرکت میکنه، میا خانه از را کاملا مطالعه میکنه، میبینه که تلویزیونشون در کجاست، میبینه که آشپزخانهشون در کدام قسمت است، میبینه که تشنابشون کدام قسمت است. فورا میرسه، خب بگو از پیش از این پرسان کن، برگشت جن پرسان کن که بگو که تلویزیونتون دمونجاست؟ دمونجاست. آشپزخانهتون در اون طرف است؟ بله همون طرف است. تشنابتون در این طرف است؟ در این طرف است. این بخدا چقدر میفهمید است، این گپ هم میفهمید است. خب چی کنم آلی؟ ملا صاحب، جادوگر صاحب چی کنم؟ صبر کن، یک تومار میافته. جن یک اشاره میکنه بخی یک شپرت از بالا. نوشته کردگی خود زیاد داره. از همون یک اینه بخیر تومار هستی. باش که بازش کنیم. تومار را باز میکنن. بخت تو بسته شده از خواهر جان. در حالی که به نامی بخت بسته شدن و باز شدن چیزی وجود نداره. خب چی کنم مولا صاحب؟ یک $50 خب بیا ما بخت تا باز بکنم. جریان اگر فرخنده را ببینید عین قضیه بود. جریان فرخنده کشته میشه عین قضیه بود. مجاور میگه $100 بده که بخت باز بکنم. تومار میگیره میره یک مومیست بختش باز نمیشه، میام تومار پیش مجاور آتش میزنه. و این مجاور چی میگه؟ بگیرین که قرآن کریم در داد به خاطر $100 که از او گرفت. این مردم هم تا اینکه تحقیق بکنن چی گپ است، ایرا میزنن میکشن، ایرا پشت موتر کشش میکنن، ایرا آتش میزنن، در دریای کابل میندازنش، آل شیطان سرشون با زیارت جوکر است. متوجه شدیم؟ تومارا که باز میکنه میگه خب چی کنم؟ $50 کار داری، بیا $50 مرد $50 بیا، $50 میگیره، ایرا برش یک تومار میتن نمیشه، هیچ گپی هم نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیشه، به خاطر از اینکه بخت باز کردن، بخت بسته کردن چیزی وجود نداره.
خواستگارا در خانه یک تا نفر 4 تا 5 تا میآیند، نفر قبولش نمیکنه. والا موتر نداره، ویزای امریکا نداره، پول نداره، اینا رد بکن. منتظری است که ما شاید از پشت کوی قاف آمدم یکی مثل حضرت یوسف مقبولیش باشه و مثل بلگیت سرمایه‌دار باز ما این را بگیرم. 5 تا که خواستگار آمد دروازه را کی بسته کرد؟ خود قبولش نکردی. نفر میاد پیش استاد پهنتون، استاد من چی کنم؟ وقتی دختران بسته است میگه تا حالا چی کردی؟ میگه 4 تا خواستگار آمد، اولش قبول نکردم، دومش قبول نکردم، سومش قبول نکردم، چهارمش هم قبول نکردم، ولی دیگه کس نمیاد. میگه همین دم تقدیر دختری تو همین 4 تا بود است دیگه از کجا بیاد؟ خودت که بستش کردی حالا دیگه از کجا بیارم برید؟ بخت خود انسانا بسته نمیکنن، دروازه‌ای که پروردگار برشان باز کرده او را قلف میکنن، کسی را نمیگیرن. در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که خانه شما خواستگار می آید، وقتی که خواستگار می آید، اگر اخلاقش و دینش مناسب بود، فزوجوه ممن ترضون دینه و خلقه، کسی که اخلاقش دینش برابر شما دخترتان به او بتین کامیاب می شود. شما این را مراعات نمیکنید، یک چیز دیگر در پیش میگیریم، یک برنامه دیگر داره. سوال دیگه اینجا، آیا جنیات غیب میدونن؟ نه خیر. چه قسم؟ حضرت سلیمان علیه السلام در زیر دوستش جنیات کار میکرد، رفت بیت المقدس هم میخواد جور بکنه. 1 سال پیش حضرت سلیمان علیه السلام وفات کرد در سر چوکی و زیر دستش هم عصا. سوره سبا آیه 14 پروردگار میفرماید که فلما قضینا علیها الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأكل من سئته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. 1 سال پیش حضرت سلیمان وفات کرد، بالای چوکی نشسته و عصاش هم در زیر دستش و این جنیات کار کرده رایستن. 1 سال کار کردن که گفتن که شاید سلیمان علیه السلام زنده باشه، ما اگه کار نکنیم تهدید میشیم. غیر از اموری که چوب میخرنه موریانه میگن اکسیره، غیر از امور در مورد مرگ حضرت سلیمان علیه السلام خداوند برای هیچ کس آگاهی نداد. او را گفت که تو متوجه باشی، خب خدا میفهمه ظرفیت مور چقدر است، در چقدر وقتی چوب از بین میبره. برای از او گفت که خداوند برای از او الهام کرد که آل سلیمان خب مرده است، تو آیسته آیسته عصای ازی را عصای از او را اندازه کس من نمیفهمم، فعلا من نمیفهمم که چقدر بود. تو کار بکن که امی عصای ازی آیسته آیسته در 1 سال خلاص شود. در 1 سال کار میکنه در 1 سال عصای حضرت سلیمان علیه السلام میخوره، حضرت سلیمان میفته گم افتی به زمین پیغمبر. و این جنیات چی میگه؟ اوف این وقت مرده بود است ما خبر نداشتیم. باز چی میگن؟ لو کانوا یعلمون الغیب، ای کاش که غیب میدانستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، 1 سال در مشقت و در مشکل و در تکلیف و در کار شاقه مصروف نمیشدن. پس علم غیب غیر از پروردگار هیچ کس نمیداند. پیش از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شوند، شیطانا بالا میشدن با آسمان و اونجا بعضی گپا را میشنیدن از فرشته ها، اینا را انتقال میدادن به زمین. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، پروردگار توسط فرشته ها گفت ولقد، در قرآن کریم میگه که توسط فرشته ها چی میشود؟ محافظت میشود. توسط ستاره ها آسمان محافظت میشود. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان از زیبایی بخشیدیم اما به خاطر شیطان ها هم اینا را هدف قرار دادیم. شما شب تاریک باشه طرف آسمان ببینین، میبینین که یک ستاره از یک طرف حرکت کرد، ما که خورترک بودیم، ما در قریات و دهات نه که میشتیم طرف آسمان زیاد نگاه میکنیم، نسبت به شهر زیاد نگاه میکنیم، چون روشنی است. در انسان در طبیعتا روشنی را دوست داره، هر جایی که روشنی باشه طرفی از اون نگاه میکنه. اما که ستاره حرکت میکرد، بزرگای ما بیبی ما میگفت اوف خیر باشه ستاره سکلید، یعنی خیر باشه شیطانی که اونجا رفته است کدام هدفی شر نداشته باشه، بر هدف قرار گرفت، بعد از اون دیگه اینا چیزی را شنیده نمیتونن. پس
جنیات علم غیب نمیدونن. کسی که پیش جادوگر میره، خانم‌ها خود زیاد میرن نسبت به مردم. اگر کسی میره و چی گناه داره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اتا ساحرا او کهانا فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش جادوگر بره و یک بشینه بگه که یک بشینه، ملا صاحب میگه چطور است؟ چل شب چل روز عبادتش قبول نیست. ولی اگر قبول بکنه، تصدیق بکنه که بله با خدا تو راست میگی ملا صاحب و قرآن کریم کفر کرده است، ولی ایمان نداره. علاج این گپا چی است که کسی ما و شما را جادو نکنه؟ جادو حقیقت داره، تاثیر مییابه. 85% مردم در اثر جادو، در اثر چشم از بین میروند، مریض میشوند. 85%. ولی راه علاج چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم راه علاج هم برای ما و شما بیان کرده است که صبح که نماز هم میخونیم یا در مسجد هر کسی بخونه خود ذمہ داری از او پروردگار است، او را جادو تاثیر نمیکنه، به هیچ ایمانی تاثیر نمیکنه. اگر در خانه میخونه کسی بشینه در جای جای نمازش آیت الکرسی را بخونه، الله لا اله قل هو الله احد 3 دفعه، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعه، قل اعوذ برب الناس 3 دفعه، خدا دم کنه خدا تمام بدن خدا، اولاداش هم دم کنه، بین بچه‌ها همشون دم کنه. این روز تا بگره هیچ گپی نیست، کسی را جادو نمیکنه. شب کی شد؟ اگر شب ولو که در خانه باشه، بعد از نماز شام که میروه اینمی کلمات برگزار بکنه، در وسط خودش بخونه، تکرار بکنه، خدا دم بکنه، اندیوالاش دم بکنه، زیر دستانش دم بکنه، هیچ گپی نیست. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شیطانات در هر خانه میدرآیند، جنیات در هر خانه میدرآیند. اگر در خانه در آمدنمون ما و شما گفتیم که بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا، شیطان برای ازش برای اندیوالش چی میگه که متوجه شدی لا مبیت، اینجا دیگه ما تو خوابگاه نداریم. اگر اولی منتظر نان است، باز میفهمه که خوابگاه نداریم میبرایم، اولی منتظر نان است، زیر علاشه منتظر نان است که ببینیم که اینمی مسلمان در وقت نان چی میکنه. اگر نان سرفه را هنوار کرد، اگر مسلمان گفت که بسم الله و علی برکت الله، باز شیطان به اندیواراش چی میگه؟ لا مبیت لکم ولا عشا، نه اینجا نان است نه خوابگاه. ولی اگر این کارا رو انجام نداد، از همین خوشی میرقصم، نگه اینه بخداش بخیر، اینجا جای خوابم است، اینجا غذا هم است، بینم اگه ما هم اینجا نوشیجان بکنیم. در مورد سوره بقره، آخر سوره بقره، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در هر جایی که سوره بقره خوانده شود، اونجا دیگه جنیات اونجا جای نمیگیرند. خداوند ما و شما را در پناه خودش داشته باشد. دین اسلام کاملا بفهمیم، ذمہ دار زندگی همگی ما و شماست. ولی اگر درست نفهمیم به مشکل مواجه میشیم. بنابراین به اندازه‌ای که توان دارین دوستای عزیز بخونیم، درس بخونیم، یاد بگیریم، زندگی ما و شما رونق پیدا میکنه، ما و شما از زندگی راضی میشیم و پروردگارمون باز ما و شما رو توفیق عنایت نصیب میکنه در مسیرهای، در اهدافی که داریم خوشبختانه قدم برمیداریم و میریم. باز ان شاء الله فردا پیش میریم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمته.